ایستاده. یک طرف ایستید. جناب با شما میگویم ایستید. علی زنک جان عزیزم التجا میکنم مرا ترک نکن، تو را بسیار دوست میدارم. اونم این آدم را کی دعوت کرد؟ من دعوت کردم بابا جان. چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را کردی؟ با من دست نرسان گفتم. آروم شوانم. آروید نباشد پلیس را چه میزنم. خواهش میکنم با بیرون برو. آبا چپا که دست اکاونر قطعی سنش گفت داده ایستاده است. عزیزم در خانه یکان زنی دیگر نبود. قسم میخورم خلط تو را لوین پوشیده بود. بله ینگه هلی سردارم راست میگوید. خلط شما را من پوشیدم. بله سردارم باشد تماما بیگناه است. لیکن در نزد خانم سیلن آبروی نبودگیام ریخت با خدا. هیچ گپ نه به خاطر سردارم خوش شود. بله این شاگرد اونال درباره خلط گپ زده ایستاده است. این چی گپ ها؟ نمیدونم بابا من هم نفهمیدم. عشقم من تو را فریب ندادم. قسم میخورم که هیچ فریب ندادم. تو را بسیار دوست میدارم. التجا میکنم به خانه برگرد. ینگه وجدان ایستانم سردارم شما را دوست میدارد. ایلا با برین خلطت رو من پوشیدم لیکن آن را شسته خوش کرده در بالای میز گذاشتم. خانه‌تون تازه و پاکیزه نگاه میدارم. لیکن سردار اونال آدم بی‌تمیز است که تمام خانه را بی‌ترتیب نگاه میداره. شما قطعی چخیل توقت میکردی. تو چی گفتی استاد ای بیاق؟ با این همه بی‌تمیزش نگاه نکرده سردارم شما را بسیار دوست میداره. ینگه محافظان اینا را از اینجا بیرون کنید. وای 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 دیدی نمک. ای پسر دنیا را انا همین زنانی داره میکنن، باز میگوین که مردانی داره میکنن. به حال گرفتار شده این کمیسر اونال نگر. این کار بینه. ای نگوه که با خدا عیناً همین طور است. گویا همه در دست همین هاست. راست میگویه که بابا جان التماس. زورا در این باره التماس نکن فهمیدی؟ به اجازت من او را به اینجا دعوت کردی. به خاطر فاتحه چیزی نمیگویم اما اونال را به اینجا قبول کردن نمیتونم. خفه نشو داماد. بیایید خورسندیمان را دوام میدیم. مرحمت. مبارک سلامت باشید. ای سردارم اینقدر آدمی پسته که هر دومونه اغریستان بیرون کردن. شوی قیسنگلت اقلا یک سخن نکرد نامر. روی باجت سیاه. من اون شخص رو ندیدم. تو او رو کی دیدی؟ سردارم منم باجه شما رو ندیدم. نه که باجه برای همین قدر روز است. یا یاردم میتا. راست میگویی. گویا باجه من میشود. حیف است. حیف. ما را از داخل بیرون کردن هیچ کس آواز نبرآورد. شوکت آن دو کس رو نگاه کن، دیگر به درون ندرآیند. برادر تو آروم شو، کمتر آزاد باش. دیگر به داخل نمیدارند. دیدیم گپ زدند. وای پسر تو چی اینقدر بی‌پروایی یکی باز آیند؟ اما شاید تو در همه روز ما دادن در قراول میمونیم. ما دم فورکی کمتر رقص بازی کنم.
شوکت از برای خدا دهانت رو پشت زد رو. یا توبه. همه کسای اشتیایی تام تشکر. دامولوزیو با شما سلام رسونده گفت انا کمیسر اونال باید همینجا ندروید یکی بیادابی کرده جزیر نکنه توی برو. دامولوزیو از شما خواهش کرد که در نزد در قراری کرده همون دو بیاداب رو نمونید که به درون درایم بخیزه که مهره گفت بله هر دوی شما بخیزه تو دم بگیر هر دوی شما. چی؟ یعنی ما در بیرون انتظار میشویم؟ ابا چه تو کاری و گم این گپی من نیست گپی دامولوزیو بگیرین نگیرین من فرق نداره آخی. ابا چه وظیفه شما بخیزین؟ چه خیل وظیفه؟ نشونیده آنها گفتن که پلیسن ما چه خیل با آنها مانع شویم؟ اکا جان مرا گوش کن در سلطنت میچی نمونده آخی اوقات دیوم نمیورن خلیل ایرا بفهمون یک بار برایم دامولاتون خدمت کنیم برایم یک بشینه هیچ گپ نمیشود بگو که نداریم تمام ایرج میگن که خدمت در توی یک از که در توی خدمت کنم. یا خدایا توبه این چه خیل کار است نفهمیدم آخر. برای همونجا که خلیل میفهمون. من به نزد استادم روم یا نه؟ تو بشی همونجا دم بگی تمام پیش دامولو نره با سوال بتی فهمیدی؟ مایلش گپ نیست بچه اشتی تو. چقدر جفتی مناسب. بسیار زیبندند. بله مادر جون بسیار زیبنده است. ماشاءالله. بیتول دخترم چی شد؟ هیچ گپ نیست مادر جون من دامولوزیو رو با زهرا تبدیل کرده به خانه میروم. مگر این خیل میشود آخر نو اومدی یک جای میرویم. مادر جون لطفا آخر شما بد میوید من امروز بسیار خسته شدم و پای ایستادن نمیتوانم. میدونید اگر خواهش دامولوزیو نمیبود من نمیومدم. خیر میلش من رفتم. همراهت روم؟ نه عزیزم نه. ای در اون رستوران دو کس سور کردن همه کجا رفتن دیدین؟ همه بیشتر اونها رو به بیرون برآوردیم. ایرج رفتیم. بیتل جان کمی دیگر می ایستادی چرا رفته ایستادی؟ بخشش در حقیقت رفتنم در کار است. به شما خرسندی خواهانم. خوشبخت باشید. تشکر زیاد عزیزم. در حقیقت تشکر زیاد خانم بتول. خواهش میکنم. ما را بسیار خرسند کرده. تا بازدید. اجازه دید گسل کنم. هیچ چیز لازم نیست تشکر. لطفا مشکلی نیست من میبرم. زحمت نکشید من خودم میروم. تا بازدید. نرزمانی شب خوش. خواهر جون. سردارم عجب از شوبه اموسا را جیغ زدن مهمانخانه رو احاطه کنیم چه خیلی میشوه. ما رو که از توی پیش کردن ما تویشون رو بحران میکنیم. سفسته نگوی با کدام دلیل اینجا را احاطه میکنیم؟ حاضر همه خیلی زو کش نیستم که اون هستن ایرج. خیر در اینجا باشن چیکار کنم؟ ما چی مگر محافظ هستیم خلیل؟ این خیلی چیزی سفسته را ندیدم. ایرج زنو سخنی دامولا بر زمین نگذار که خدا میزنن. اکنون همه بر رقص بیایید همه مرحمت شما هم. من زود میایم. تو اینجا چی کار میکنی شوکت؟ آخر من با تو چی گفتم؟ ای برادر آروم باش من نو رفته حال میکنم گفتم که این اکاها خلیل ایرج بودن کو ما حال میکنیم تو از خفای کار چه گفتم من باز اونها رو گوش نکردم چشمانم در همون جا است برای بلبوی اکرم فرید دارم من میدونم چیکار کنم مخی ها بچه. شوکت اگر یکون چیز روخ دیاد به همش تو جواب میدی. ای برادر گفتم همش حال میکنم ای برای گمشه پس کرد شه ای توبه ای پروردگار. بخشش انتظار کنندم بیا زفر جون.
با یزنه اون الان بسیار عیب شد آخر. او رو من دعوت کرده بودم. خواهی نشود شوکت رو نگاه میکنی. شما همین رو گپ زده ایستاده بودی؟ یعنی همه خیلی بیم هیچ خیلی که نباشد دروغ هم باشد فاتحه من هم هست. من هم غمگین شدم. تشکر زیاد دامولازیو. شما بسیار انسانی خوب هستید. خواهش میکنم خانم زهرا کمی خنده کنید همه ما رو نگاه دارد. آفرین مبارک شد. آفرین مبارک شد. تنها دستش را داشتن دستند از گفته بود. او لحظه حس میکنی قلبت میداند میفهمی گفته بود. این حس بسیار ناجواست. چشمانش مانند چشمان زاغ سیاه است. نه چی سفسته میگویم این آخر دامولازیو است. منم زهرا حس های دروغ نیستم. آن منم. دامولازیو رو بینیم چخیل میرقصد. این چخیل دامولو است. دخترا لباس زهرا کمی محکم نیست مگر؟ بله با فکرم کمی محکم است. چه علاقه دارد؟ این رو از کجا برآوردی؟ دامولازیو فشار آورده باشد. بگذار کمی فشار آورد. آخر به امام مسجد اویله‌دار می شود. عزیزم زهرا رو هیچ کس به هیچ کار مجبور کرده نمیتواند. آخر چی دامم؟ و فکرم ستیل زهرا هم دیگر بود. به خدا بسیار زیبید است. طرزی از همه خوب طرزی به خودت زیبنده است. همین خیلی جانم. معلوم نیست سیرین جان. یعنی اگر دامولازیو زهرا رو به اویله‌دار شدن راضی کرده باشد برای مال پوشیدن هم راضی میکنه. نه این قدر هم نه. تشکر. جواب نمیدید. مانند بابایش یک رب است. سردارم عجبا من به داخل در آمده بیانگه هلی گویم که شما او رو انتظار هستید هر دوتون سر به سر کنم چخیل است. این رو چخیل میکنی؟ سردارم نام من لوین پروفیشنالم او طرفش کاری من دیکک. دیدی چورچشمش برفت. بیا بریم خبر بتیم. ای خدای بزرگ من. ایرج زنوک رفتیم. یه پنج خونگه دارم یا ستاریکس.
مرحمت. تشکر. بسیار خوب رقصیدید. دومولوی زیا شما رو مخصوصا تبریک میکنم. ما رو بسیار در حیرت گذاشتید. زهرا جان، اگر اجازت باشد با داماد رقص کردن میتوانم؟ لبای خفه نشوید خانم ملیس، من بغیر از زهرا با کسی دیگر رقص نمیکنم. چرا آخر؟ معلوم است که دامولا هستم، در اینجا زیبانده نمیشود. ها، دامولا بوده است. اگر این درویگیت را برای دامولا بودنی سخصایت کرده ایستاده باشی هیچ حیرت ندارم. زهرا جان، اگر دامولا زیا اجازه دهد با من به رقص میبروی؟ بخشش اوزر، اکنون شما فاتحه شدید که علاوه بر این باید به دامولا زیا اطاعت کنی. ها، خفه نشوید، با شما خوشبختی ها خواهم. داماد با من بیرم رقص کرده میتوانم؟ البته آقا، مرحمت. دخترکا، باش یک چیز بیام. این دامولازیا که زهرا رو در خونه محکم کرده دیگر با بیرون برآمده نمیموند. چه علاقه دارد سمی؟ دامولازیا این خیلی آدم نیست. ای آخر من به معنای بد نمیگویم، یعنی انسان دوست داشته‌اش رو از هر چیز ایمن نگاه می‌دارد، اما این دامولا چیم خیلی است که می‌فهمید. خیر با ما چی عزیزم؟ اگر این خیلی خرسند باشند خودشان میدونند. راست میگویی ملیس جان، لیکی بیا رقص کنیم. چی گفتی ها؟ خیز. من با رقص. مرحبا. سیوال جان، بیا همراه یک رقص کنیم. شپاتی آبدار نمیخواهی؟ شپاتی آبدار گفتی؟ البته شپاتی آبدار گفتم. اگر خواهی آن شیشه را هم در سرت میده کردن میخواهم. خیر میلش خطاگی در من است آخر. دیدی ها؟ اونال از پسی حلی چخل میدود. اونال کمی با او اهمیت نداد. وقتی حلی قهر کرد زود خوشش به سرش آمد. عزیزم، یعنی اونا هم مرد زیبا با موفق صاحب جمال است. 5 پنجه‌اش هنر است مانند من. فاروق چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ آخر مانند حلی دختر نمی‌یابد. تو هم مانند من نمی‌یابی. تو کجایی؟ اما چه تورت ایقدی کلاس هم دارم دیکن. هیچ با ما مانند نیست. من زیباتر هستم. من هم همچنین. چی شده ایستادم؟ این بسیار حسیاتی عجیب است. آخر من در همه جا ذوق سیاه را دیده ایستادم، او رو حس کرده ایستادم. چه سفسطه میگویم من؟
حالی خانم؟ نمیخوام، تشکر با شما. ینگه منم لیوین. تو اینجا چیکار میکنی؟ ای ینگه جان، سردانم اونال بسیار غمگین است. در بیرون شما رو انتظار است. التماس روید دل برداری کنید. اون سردارت رو گرفته از اینجا زود دفع شده روید. آخه ینگه جان چرا این خیلی میگی؟ با خدا که خلط شما رو من پوشیدم. سردارم یگان گناه نداره. او تنها یک گناه داره. شما رو دوست می‌دارد. رفته به اون سردارت بگو که مرا اینقدر آزار ندهد که رفته پگاه از او جدا میشوم، فهمیدی؟ ای ینگه جان این پرابلم خودتونه. برای چیزی میگی بگو. اگر رفتی یگان چیزی خوردنش برکی کشیده. یک طرفیستا. ای پای شکم شدن در کن. ترد میخوری؟ عشقم، آمدنت رو میدانستم. چی شد اونا؟ از من چی میخوایی؟ با کدام رو به اینجا آمدی؟ عشقم، لطفاً این جدایی بی‌معنی رو به آخر رسان. اونال چیزی بی‌معنی عین حال در اینجا بودن تو هست. التماس از اینجا زودتر رو. یک دقیقه قفیدین رو دوستان تادها رو تقسیم کن. خانم سله یک بجنبونه. منم باز تو ها؟ خدایا توبه. نمک؟ لابایکه او کیست؟ اکا و همون پلیس نیست؟ تو چی میگویی ها؟ با خدا در آنجا چی کار میکنه تو ها؟ بیعقل. دولتی جاویدان منم. خانم سله خبقاتم نداز رقص کنی؟ بیا رقص کن. ایزا نکرد. سلن از قفای آن چرچشمه می رود. از پسش رفته سوده. وای شرکت لیوین در اینجاست. او چی میکنه؟ برادر دیدم محافظه را کی گفت به فکرم. آروم شو، تو رفته را دوام ده. این کار رو با من بگو. شرکت آخر تو کو یا تاو یا برادر ما را هر مرکه پیش کردن که این مرکه شما هیچیه. فهمیدی؟ غیر از این دستتا رستوران تو معقول نشید بیزیم. یه بچه همیجه حالی مرا دیدن نمیخواهد. همه این میگذارن سردار. اینها را یک جا پسی سر میکنیم. خواطیر نشوه. من ماشین را زبادید کنم.
خاز رو چیکار کردی؟ در اینجا رقص و بازی میکنی ها؟ از یک جا همین 50,000 را یافتم. احتیاجی تسجیلی داشتم. این نیه؟ این رو بینا؟ از احتیاج تسجیلی؟ خیر نباشد من از تو همه این خیلی 50,000 کم بگیرم چی؟ نه اکا جان، شما منو خطا فهمیدید. با یک مسجد کمک کردن میخواستم. راستی گپ باور کنید. تو کی را دروغ کرده ایستاده احمق؟ ها؟ با مسجد کمک میکرده. حاضر من اینجا تو را با دروغیت گر میکنم به خدا. نه اکا جان، من دروغ نمیگویم. از سببی که با دومولوزیو در یک جا زندگی میکنم، خواه و نخواه از بسیار چیز به من تاثیر کرد. یعنی به من هر روز پند و حکمت‌های نو میآموزد. خیر نباشد دیگر گپ. این دامولوزیا بسیار شخصی بزرگ است. مانندی تو به عقل را برادر آورد که با او حلال باد. خیر اکنون از اینجا گم شو. اکا جان با اشتهای تو براحت باشید. چه کار کردی استودایی؟ قیسنگر تا خوردستم سردارم. بسیار بامزه است. یک دقیقه. آزیر. این اما بگیر باجه تبخر. و چی است؟ این شیرینی شخصی که حالا هم شناس نشده. شیرینی داماد دامولوزیا. من این رو به کسی مانند کردم. با کی سردارم؟ دامولو برای همه خدمت‌هایتان تشکر زیاد. بابایم برای فاتحه بسیار خرسند شدن. خرسند کردن یک شخصی پیر بسیار کار خوب است. چون اویله دور میشویم باز بسیار در خرسند میشویم. آی دختر یک بار خرسندی من را هم فکر کن خیر. البته با شما ساخته هم باشد اویله دور شده بابایتان رو خرسند کردن مرا هم خرسند میکنن. پس همین خیلی بابا این فرسود از کجا پیدا شد؟ تو هم مانند نکردی پسرم. با کی سردارم؟ پسرم وای هست کو وای او. چی سردارم؟ وای هست کو او. کلتکل نگو خاموش. حالی راست نگوید. عقلم رو خوردم لیکن این رو به من ده. با مزه بوده. معلوم که تنها ماندن خواستیده. شما بلاچه ها. این دستان یک عمر از یکدیگر هیچ جدا نشوند. به شما خوشبختی ها خواهانم فرزندانم. تا صاحب فرزند شدنت صحت شدنم را از تو پنهان میکنم زهرا جان. دامولا یک بار دیگه مبارک شوند. خدا خوشبخت گرداند شما را. تشکر. هرچند برای در فاتحه یگان مشکلی نباید گفته پاسبانی کردیم اما خفه نشوید آقای ایرج. نسبت شما بسیار در خجالتم. دامولا استغفرالله. ایرج خیر مالش اکنون بخیر باشد. خیر مالش. این چی مقصد داشت؟ استاد دیروز با امید فاتحه‌تان یگان سوال نپرسیدم. به خدا دلم آرام نمیگیرد اگر نپرسم. بسیار خوب فکر کردی جری. دیگه که در فاتحه از من سوال میپرسیدی حال من چی میشد؟ تشکری جهاد. استاد گپتان تمام شده باشد پرسم. بپرس تو در جانم زدی. استاد با جای دیگر کس نماز خواندن جایز است مگر؟ این چه خیل سوال است جری؟ مگر این خیل سوال میشود؟ مگر با جای دیگر کس نماز میخوانند این چه خیل میشود؟ تو این سوال را از کجا برآوردی؟ استاد هنگامی از محله گذشتم بعضی برادرها گفتن هجری با جای ما هم نماز بخوان. از همین سبب پرسیدم. در محله چه برادر داری من نفهمیدم.
مگر این خیلی می شود هجری به جای دیگر کس نماز خواندن آخر جایز نیست. آخر اگر یکون شخصی به ایمان با تو بیاد که هجری به جای من ایمان بیاد، ایمان می شود؟ نه نمی شود. نماز خواندن هم نمی شود. خوب نبود و با فکرم شد. فهمید یکنم؟ نوشتم استاد. نوشتی؟ نوشتم استاد، قید کردم. با خدا آفرین هجری مانند پرینتر. خدا راضی باشد استاد. مالش تا باز. مالش استاد، سلامت باشید. های پسر، تو اینجا تنها چیکار میکنی ها؟ تو یکون کس نداری؟ این رو بین ها؟ نامت چیست؟ این چی گفت خودش؟ یعنی گفت نمیزنی؟ اگر گفت نزنی چی خیلی یک دیگر رو میفهمیم ها؟ مایلش خوب گفت نزنه و اقلا از اینجا با هیچ کجا نرو. اگر پدر و مادر را در اینجا گذاشته باشن اومده تو رو یابن. چی پدر و مادر ها هست که کودک رو پرتافته رفتن؟ وای با مغازه شیرینی ها برم. کنی بیو با من اقلم با مغازه شیرینی ها رفته در اونجا انتظار شویم. پدر و مادر اگر بیان تو رو در اونجا میابن. نامت چیست؟ نمیگویی یعنی؟ بیا رفتیم. آخر این کودک رو به حولی مسجد پرتافته رفتن. چیکار کردن؟ کنی بیا. سلام خانم سیوال. چی اینقدر شیرینی تو؟ ماشاءالله. دوملوزیو این کودکیست؟ با خدا نمیدونم. شما نمیشناسید؟ نه نمیشناسم. از کجا شناسم؟ نه آخر شما در این محله از من زیاد زندگی کردید. از این رو پرسیدم. من از مسجد آماده ایستاده بودم. در کنار راه نشسته دیدم این رو. با خدا با فکرم پدر و مادر ندارد. پیشتر رو ندیده بودم دومولو. نامت چیست؟ چشم نرسد. بسیار کودکی آرام و خاموش بوده است. با خدا که بسیار آرام و خاموش است. هیچ گپ نمیزنه. خانه‌تان در کجاست؟ دائما میخیل است. بردبام میخیل است. جواب نمیدهد. دومولو کی بودنش رو از کجا میفهمیم؟ من هم یک چای میگیرم. یگان چیزی خوردنی دارد؟ پولش رو این دومولو میدهد. خدا توبه تو گبزن شدی؟ پولش چیزی نه ما میسپاریم. مایلش چی میخواهی کنیگوی؟ چیزی باشد نخورم. خیر مایلش. دومولو شما چی میگیرید؟ تنها یک چای. مایلش مرحمت عزیزکم. تو دومولو هستی؟ بله. مانند خرس خوب می رود. فوس فوس. سره سلیم چی قدر فوس میکنی ها؟ بیدار شو بخیر. در اصل با تو چی شد؟ با این سهر با بالایم برمده. تو خوب نکرده ای؟ خوبم نبرد. زورو باز چی شد؟ چی شد با تو؟ سیلین من فاتحه شدم. زورو عجایب استی اخیر. فاتحه شده بودی فقط یک انگشترینی بس شد. یگون کس شنود فکر میکند که 50 بار انگشترین عوض کردم. این خیلی نیست عزیزم. تنها انگشترین عوض نشد. خیر چی بوده است؟ همه چیز رو اکنون به رسمیت در آوردیم سیلین جون. زورو به رسمیت در آوردم گفتم. آخر تو خود به دروغ خواستگار شده بودی. باز به دروغ فاتحه شدی. مشکل در همین است آخر عزیزم. در گذشته تنها یک دروغ بود. حالا اکنون همه چیز رسمی شده است. خیر مایلش زورو اوف کرده نیست؟ چی کار کنم سیلین جون؟
چی کار کنم؟ آخر برای بازی بودنش وجدانم راحت نبود. چون انگشترین فاتحه رو انداختم باز دیدم تنگتر شدن رو آغاز کرد. مانندی که یک برزگ آمده در نظرم نشسته باشه. معلوم که نشسته است. معلوم که نشسته. تو مسخره کردن گیر. روجان گوش کن، اگر یگون شانس دیگر می داشتیم به این خیل کار دست نمی زدیم. خیر میلش روز میگوی. جانی من برای تو میگویم از فکر کردن در حقیقت بیمار میشوی. کمی این رو فکر نکن، راحت باش. ها؟ حالا میبینی همش خوب میشود. به خودو میشود؟ نمیشود؟ میشود؟ البته میشود. میشود؟ البته میشود. خوب نکن. مایلش درو خوب نمیکنم. اگر خوب کنی؟ خوب نمیکنم. حالا هم نامت رو با ما نمیگویی؟ سعید جان بتوانید سوپر سعید جان گویید. نامش سعید جان بود از دامولا. سوپر هم داشته. آخر مدام سوپر هستی، چرا 2 ساعت شد گپ نمیزنی؟ خیر، نام شما چیز خوش رویک؟ بسیار شیرین بود است. نامی من سیوال. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. هیچ کس از دست من خلاص شده نمیتواند. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. پسرم مالش چیست تو؟ این چیست؟ چیزی باشد کمی بده. چی است؟ چیست؟ بده. چی است آخر؟ پسرم بده. خدا تعالی با این صد. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. آمده ایستاده است، هیچ کس خلاص نمییابد. سوپر قهرمانم، من سوپر قهرمانم. خانم شما با این یگان گپ گویید، شما رو گوش سوپر میکنم. قهرمان. سعید جان شیرینکم نشسته کمی یگان چیز بخور میلش. شما دولت؟ آخر کمی پیش پرسیدی جواب دادم. دامولا هستم. مایلش خانم با من اجازت. شکر که شما رو گوش میکند. اگر گوش نمیکرد مغازه رو چپاگردان میکرد. تو بگاه مادرش میاد و هر حال او را میابیم. اگر نیابیم کفت و کوب کرده برای یافتن کوشش میکنیم. مایلش من باید روم. خاموش نشین سعید جان. مایلش خیر تا باز دید. با شما برای کار دامولا. سوپر سعید جان. سیوال چشمان شما کبود است، رنگی از همه دوست داشته ترینی من. تو هم بسیار شیرین هستی. خیر کردی به من نقل کن. سیوال لبای جانم یک چیز را گویم. دیروز هنگامی دست دامولازیا را داشتن حس کردم که دست زاغسیا را داشته ایستاده. دارید؟ خانم زهرا صبحانه تیار است. تشکر پیشنهاد، حاضر می آیم. حس کردم گفته چی رو در نظر داری؟ یعنی تاثیر کردن؟ چی دونم؟ مانندی ای زورو اوه جواب است. چی میخنده؟ مسئله جدی رو فهمانده ایستاده. تمام مایلش دیگر نمیخندم. تمام. اگر نخندی چیز دیگری رو فهمونم برای تو. تو حالا یعنی از دامولازی متاثر شده یا؟ پر این خیلی نیست. تو هنگامی دست زیا رو داشتنم دستش ناشناس نبود با من. در دست زاغسیو هم این احساس رو کرده بودم. بسیار احساسی مانند است. زهرا تو به دامولازیو عاشق شده ایستاده. به خودو بسیار خنده آور است. به خودو در اصل هم خوب می شود فاتحه رو گذراندید. بله بله.
شو بری کلاس رنگ رو پریدگی نستره نیستن تینجا نپور شوکت در حولی مسجد یک کودک رو یافتم پدر و مادرش پرتافته رفتن برای میخواد نه کودک بسیار سیر حرکت بود است قرار نمیشنه او رو در مغازه گذاشتم اومدم مادرش میابد گفتم اما بی آداب بوده است با هم کودک در گردن تو نزنه چه علاقه داره آخه جوابگر تو هستی در پیش مسجد یافتی او رو دامولایم گفته کودک با اختیار من میافتد این سفسطه نگوی ایزی مشهد چی داد میزنی؟ دامولای حقیقی اومد گفته آدم ها میشنم احمق شما از من چی میخواهید؟ آخر مرا راحت گذارید خواهش میکنم از من دور شوید ما با شما کمک کردن میخواهیم از شما یکان کس کمک پرسید؟ نپرسید از پیش من نابود شوید مرا راحت گذارید دامولا این طور نگوید از شما میرم میشه این ساله در سرک چی میکوبد؟ و خیر است؟ شما مگر امام نیستی؟ این چی علاقه دارد برادر؟ چرا در سرام بوده رو خوب قبول نکردی؟ تو مگر امام هستی؟ نه نیستم آخر دامولاها در کوچه این خیلی نگردن دامولا من اینها رو برای شما آوردم ماندن نشرید گفتن آخر با پیش پایتان میورم اما باز خوش قبول نمیکنید دامولا آی برادر مگر من از تو سلام آوردن رو خواستم دامولا خیلی چیکار میکردم مسجد رو میآوردم توبه کردم خدایا ای شما دیوانه هستید مرا راحت گذارید دامولا ایستید مسجد اون داره با ماشین مرده کشک زد این چی بلا بود؟ بداو بینیم چکو کن داملا راستی تمازمینه اوهان خورده بود برادر خفا نشوید دویم بار است میآیم بیمار بسیار بطاله بوده است شوکت دعا کنیم که به این یگون چیز نشود برادر دعا کردن با میکنیم و عاقبت این بخیر باشد چی گفته ایستاده ای؟ برادر تقدیر الهی بین یک آدم چند بار ماشین زد هر دفعه که ماشین زد با ماشین مرده کشک زد شاید بخدا این سوچانه نیست کلاس باور کن مرا تو کلاس این کرد با فکر میرم با سفسطه باید عصبم رو ویران نکن این آهن رو هم از پیشم دور کن من خبرت کردم همشیره وضعیت بیمار چی است؟ او را تشخیص کرده ایستاده‌ایم شما نزدیکانش هستید نه نزدیکانش نیستیم با خیال رو دیده طاقت نکرده اومدیم خونی بیمار بسیار رفته است عاجلا خونی گروهی یکی مزبی لازم است گروهی یک خونی من موافق است من میسپارم بیایید به درون دروید مایلش شوکت چیکار میکنی این رو برده با یگان جا پرتاب برای تبلین خانه پرستیگرم مرحمت صوت میمون تشکر آخاله بی تو یگان چیز مزده نداره سردارم غمگین نشوید ینگل شما رو میبخشم حالا میبینید انشالله شنوندگان گرامی برای شخص با نام عزمی بولود که امام مسجد است عاجلا خونه گروهی یکی مزبی لازم است این گروه خونی من است بیمارخانه در مسافت بسیار نزدیک است من رفته خون بسپارم سردارم ایستا پسرم من تو رو میبرم این رو گیر رحمت سردارم پس مرا بند مرحمت بعد از فاتحه هم مزه خوراک صبحانه گرمی شده است آه شود بابا جان تشکر زیاد کمی سراسیمه شدیم اما فاتحه چطوری که خاصی آیله همان است برپا شد با واسطه من تشکر سلامت باشید بله ینگه جان شما نمی بودید در این مدت کوتاه از عهده اون نمی برآمدید آن اونل احمق با شاگردش نمی آمد باز هم خوبتر می شد اما هیچ گپ نه خیر با گذشته صلوات گفته گذاریم بابا جان
دخترم من یگان سخنی خطا نگفتم آخه. حاله دخترم تو امروز با ادوکات واخری بکن میلش. این دفعه میلش گفتن نگذارو. این کارها را هر چی زودتر حل بکن. بعد صبحانه کی با من به دویدن می رود؟ این از کجا بر آمده تو؟ باز چکل دویدن فرخ؟ چکل دویدن؟ او دویدن برای سلامتی فایده دارد. همین خیلی؟ عجبا. این دویدن رو برای چی میکنی؟ به خدا راست میگوید پدر جان. من میروم. یک جای مشق میکنم. میلش دختری زیبایم. میلش جان تو با ورزش کردن احتیاجی نداری. قامت خوب داری. عزیزم تشکری زیاد. بسیار فکری خوب. اما معلوم که 2 کیلو باید خراب شوم. به نزدیکی توی داریم. در توی باز زیباتر نمودار شدنم لازم است. این رو بین. چه خیلی عصبش ویران شد. حالا هم به زور و شکست. انشاءالله ساخته بودن دامولوزی اشکار نشده به زور اویله دار شده می رود. اینجا کی خون میگیرم؟ لطفاً یک ثانیه. کمی در اینجا خوب کنید بعد این را نوشیده روید. سلام علیکم. من از طریق رادیو شنیدگی برای دامولو عظیمی بلود خون در کار شده است. من آمدم. دستانتان را بشوید. خانم درد میکنه یا نه؟ خندیدی به فکرم درد نمیکنه؟ تیز بگی که سر و سیمه شما خیش عزمی بلود هستید؟ نه من اعلان رو از رادیو شنیدم و در خون سپاری اومدم. آفرین. در حقیقت تبریک میکنم. بسیار آدم خوب فکر بوده اید. استغفرالله. شما خیش تبارش میشوید؟ نه. پس شما هم اعلان رو از رادیو شنیده اومدید؟ نه من حس کرده اومدم. شما با احساسهایتان باوری دارید؟ یعنی چی؟ من باوری دارم. شاید در یادت هست وقتی که در محله همسایه‌تان گرسنه بود راحت خوابتان نمی بود. اگر در خانه یگان کس دیگ می جوشید همه آن را یک جایه می خوردن. آن روزها گذشتن. حالتان خوب است؟ خوبه. همش از روی آن فیلم های امریکایی. فیلم های امریکایی میگویی؟ آخر در فیلم آن شخصیت ها یک تا فرزندی آدم نیست آخر. چون پول رو میگیرن خودشون رو به لاس وگاس به کیف صفا میروند. فیلم های ما مگر این خیل بود؟ در آرزوی پدر در محله یگان کس با مشکلی دچار شود همه با کمکش میروند. سوداگران محله کسی نباشد با خود با دستگیری می آمدند. راست میگوید چقدر فیلم های تربیوی خوب بودند. البته این امریکایی ها همه خیلی می باشند. در بین کوچه از زنان را لط کوب می کنند. دیگران باشند برای نجات دادن یک سوپر قهرمان را انتظار می شوند. به خدا راست گفتی. موضوع نمو که در بارش فیلم نافریده باشد. قسم میخورم بعد از این باشد نقاب را پوشیده من سوپر قهرمان هستم گفته به کارهای ما بر این ملت دخالت بکنم. یا توبه. فیلم بیتمن رو در نظر داری؟ نه بیتمن رو نمیگم. زاغیسیا رو میگم. این کی باشه؟ قهرمان خودمانه. به خدا هیچ نشونیده بودم. ای برادر همین خیلی رفتم میگیرن زاغیسیا هم در جهان مشهور میشه. ما که ملسیم در این باره ها میدونیم. شما پلیسید؟ پیش وقت محافظ بودم اما الکی پلیس شدم. برادر سوزاستی خونو تمام نشه با. خوب این لیوین باشه. برادر من شما رو بسیار دوست داشتم. فکر و عقیده هر دیمان به یک دیگر مانند بودم. اگر خواهید بعدی برآمدن یک پله چای بنوشید. مایلش باز به این طرف گذشته با من سلام نکنه. جای گریز هم نیست. برادر نوی من لیوین. همش دیشب بسیار خوب گذاشتن. تا دیروز در حیات زورو یگان کس نبود. تو از کجا میدونی سمی؟ مدت دراز بود که زورو رو ندیده بودی؟ آخر زهرا رو نقض میشناسم. او با آسانی هیچ کس رو به حیاتش راه نمیدهد. آخر دیشب خودت گفتی؟ دیشب گفتم درباره دامولوزیا بود.
آخر با این کس کی شناس شد، کی به اویلادور شدن قرار دادن نمیفهم. ای عاشق شدن به اویلادور شدیشون قرار دادن یگان جایی نفهمیش نیستمی؟ میلشو زهرا دامولوزیو رو در کجا دیده عاشق شد؟ در مسجد دید ها؟ دامولوزیو به این خونه کی آمد؟ چی دانم کی تکلیف اویلادور شدن را کرد؟ حکایه اینها رو یک از اول به من میگفتی؟ با تو چی زمی؟ تو چی اینقدر اویده اونها پرس و پرس میکنی؟ چی دانم؟ یک میخواستم فهمم. تو همین قدر با آنها چسبیده موندی؟ آخر در این دامولوزیو بعضی چیزهایی هست که من تا حال نفهمیدم. مثلا؟ آخر به دامولا مانست. چی گفتنی هستی؟ آخر در فاتحه رقص کرده اشون رو فکر کن، باولین بازی کردنش، درباره مود دانستنش. آخر در این شخص همه چیز دیده می شود. با تو هم عجیب نیست مگر؟ ساخته بودن این دامولوزیو رو نمیدوند. تنها رفتارهایش رو زیر چشم کرده است. چی فکر داری؟ وای گپ‌های گفته‌ات را فکر داشتم. مگر حق نیستم؟ یعنی تو حضور دامولوزیو رو نمیشناسی؟ از سبب نشناختنت این خیلی فکر میکنی دامولوزیو بسیار شخصی دوراندیش است. پس معلوم که زیا با تو هم تاثیرش رو رسونده است. من فکر میکردم که او با تو معقول نیست. این با معقول بودن و نبودن یگان علاقه ندارد سمی. این حقیقت است. نه این قدر آسان نیست. در این شخص بعضی چیزهایی هست که من حالا هم نفهمیدم. حالا این سمی حقیقت را تو نفهمد این مسئله رو یک طرف نمیگذارد. چون حقیقت رو بفهمد برای جدا شدن زهرا و دامولوزیو کاری از دستش نمیآمده را میکند. آه سلن سلن از قفای آن چرچشمه می رود. از پسش می رود اکا. من گوید چرا خانم سلن از قفای لونتی چرچشمه می دود؟ یگان کس این را با من فهماند آخر. اکا برای پلیس بودن شده می تواند. آخر آنها شخصانی باورینا که دولت هستند، آنها پول دارند، معاش خوب میگیرند. آگاه میکنم زنان با این چیزها بسیار اهمیت میدهند. آنها میخیل اکا. نامه لبای تو چی استعمال میکنی که این خیل گپ میزنی ها؟ آی در سری خالی تو چی هست کلوخ؟ تو آدم نیستی، تو تایلاقی. من از بالای سری سیلن زر و زیور میریزم، غرق طلا میکنم، فهمیدی تایلاق؟ آکا این به عقل رو زنم. تو بازدن مرا بیزار کردی، حیوان بیشاخ. زنم تو کی را میزنی؟ کی را میزنی؟ تو اگر زور ببودی وای کلتا کلاس رو میزدی. حالا آن حیوان در کجاست نمک؟ در کجاست؟ اگر وای خزنده به من ضرر نمیرسان مگر سیلن به دیگر کس نظر میکرده؟ های بچه تو در وقتی کودکیت از بالای خر افتیدی این خیلی گپ میزنی. کی رو میزنی ها؟ نمک لبا یکا خواهری کالتا کلاس رو باید میافته. چی شد؟ جستجو داریم اکا. جستجو دارید؟ آی تایلا از اوده یک کار هم نمیبراید. اما آخر از امنیت خبر نامد. من چیکار کنم اکا؟ انتظارم. از امنیت خبر نامد اکا؟ بلا زند شما را. من یک رفته آن کمیسر اونال را زیارت کنم. دیگر چاره ندارم. یگان معلومات میگیرم. برادر من به حد گرسنه موندم. اوه دوبلیو را بید تشکیلی سروپا برای همه اجاد نمیخیزی تشکیلی سروپا. ما میگم گرسنه موندم بیا بریم یگان چی بخوریم. تو چی گفتی است؟ دمت رو گیر. برادر چینجی است آرام شو. میگویی کمیسر اونا را دیده باشیدن گروه کنده شده ایتا چی گپه؟ چینجی است؟ باشه آرام شو. کالتا کلاس تو دیونه چی با مرا دست میبرداری؟ کالتا کلاس میگویی؟ اوه چشمان چی شد شما؟ باشه بر وقت نمیگویی. خودش نمیستی. حالا ممکنه زود باشه. کالتا کلاس نیسته. کالتا کلاس از قانون گرفتن نمیتونه دامر. خواهش میکنم آرام شوید. خانم باید من کالتا کلاس رو دستگیر نمایم، نباشد سردارم مرا سرزنش میکنه. بکنی چیزا کتا دست. آرام شوید کمی بعد تموم میشود. خون نمیسپرم. رگ از من خون از من خون من نخورم نمیسپرم. چند لیتر میگیری؟ کمش موند. بگی تیزی گران کردی. خب بریز یک سوک دوبری بنوشه بقوت شده. هله؟ میس فیروز شد دخترم.
به نزد ادوکات نمیروی؟ به فکرم امروز رفته نمیتوانم بابا جان. چی شد؟ خودم رو خیلی بد حس کرده استودم. سرم کمی چرک زده استوده است. نباشد یک جای به نزد دکتر میرویم، از آنجا تو به نزد ادوکات میروی. آنقدر مهم نیست. باز دکتر شما را تشویش دادن نمیخوام. من پگاه حل میکنم. حالی امروز پگاه گفته این کارا کشال میدی؟ بابا جان وقتی که توی خیل براحت هستی اون حل بسیار شیرک میشود. تو و مرا غمگین میکند. تا این دم غمگین شدن از بسنده نبود. حالی جان غمگین نشو. بابایت را نمیدونی؟ سالهای زیاد شد که همین خیل گفته میایستند. من برآمده ایستادم. خدا حافظ. بخیر است فروخ. چی این خیل به مانند کودک ها پوشیده ای؟ با کجا؟ اما بازم حرکت باید کنید که او رشک کنید. فروخ لبه تولین؟ با کجا میگویم؟ با کجا؟ نمیدونم. یکو نقشه ندارم. همین خیل کجای راست آید همونجا رفتن میگه. تو با این گپا چی گفتن میخواهی فروخ؟ با کجای راست آید به همونجا میروم. تولین قدمی رفتم را با تو حسابات دیم. با کجای خواهم به همونجا رفتن میگیرم. گفتم تو مرا دیوانه کردی. دیدت ها؟ حالت پدرت رو دیدی ها میلیس؟ چه خیلی تغییر افته است. نه مرا انیق فریب میکند. انیق فریب میکند. آخر با پرهیز گذشت. ورزش لباس یگان مرد برای خودش اینها رو نمیکند. انیق مرا فریب میکند. انیق مادر سبسته نگوید. ینگه شما کمی واهمه میکنید. امکم تنها استیلش رو دیگر کرده است. نباشد همان امکم است. من واهمه میکنم ها؟ چه واهمه؟ نه حالی جان این خیل رفتن گیرد یک جایه پرونده جدا شوی میکشیم. انا میبینی خدای توبه.